بله، سلام علیکم. ما صادق هستم از شهر بن جرمنی. ما تنها یک پیشنهاد داشتم این برادرایی که از ایران زنگ میزنن یا از جای دیگر که شکایت از آخوندا دارن، چرا جمهوری اسلامی ایران نامش میمانن؟ پس ما یک اشتباهی میکنیم. وقتی که اونجا اسلام نیست، پس ما گفته نمیذاریم جمهوری اسلامی. ما باید این فکر کنیم سرش، یک جمهوری آخوندی ایرانی میتونین بگوین. تشکر، خداحافظت. با تشکر از شما برادران گرامی، میخواستم بپرسم کشوری که این همه امامزاده توشه و این همه آخوند و آیت الله و سید و حاجی و ملا و نمیفهم چیزا، این همه امامزاده و کمیل خوندن و نوح خوندی کردن و سینه زدن، چرا باید این همه فقیر و بدبخت و جنگ زده باشن مثل ایران و عراق و سوریه؟ ایران تا کی میخوان این آخونده آیت الله گول مردم ایران بزنن که بیاین سر قبرها دعا کنید؟ اونم قبر خمینی که 8 سال با عراق جنگید و با قول خودش یه لیوان کاس سند نوشیدن و تسلیم عراق شدن. حالا هم خامنه‌ای بعد از 12 سال تحریم اقتصادی که 250 تا 300 میلیارد دلار به مردم ایران ضرر وارد کرد، نتونست نفت 120 دلاری بفروشه. حالا هم اینش که زمین مالیده شد و تسلیم آمریکا و غرب شدن. اینا چه دعایشون کی دعایشون قبول میشه؟ مگه به سینه زدن و پول انداختن تو جای جمع کران، سر قبر رفتن از امام طلب کردن چیزی فایده به اینا اومده؟ گیرشون اومده؟ نه. بفهمن که اینا دروغ دارن میگن. اگه فایده داشت آقای خامنه‌ای پسرش مجتبی نمیفرستادن لندن که بره اونجا زنش بچه دار بشه، میبره سر قبر خمینی یا چای جمکران پول میانداختن اونجا براش دعا میکردن و زنش دخولی میآوردن، یک خجلی بزرگ بدون این همه پول. خب حالا اینها اگه آخوندی آیت الله مخش یا مغزش تو سرش بود، به نظر من تو امامشه. مگه میشه کشوری که 8 سال زد ایران مثل عراق ایران رو 30 سال به عقب انداخت، میلیون ایرانی کشت و بیوه کرد و یتیم کرد و فراری کرد و وقت سازت کرد، حالا خامنه‌ای داره هرچه پول و مال و اسلحه و بسیج سپاه به اونجا فرستاده به کمکشون؟ اینا چرا این همه پول مردم به خارج میبرن؟ اگه یه مردی از آخوندا بیاد بگه مثلا ما این پول این از کجا آوردن؟ مگه نه از جوی مردم ایرانه؟ پولای خامس مردم چرا میگیرن؟ مردم ایران زشته، واقعا زشته. اینا گول شما میذارن، دخترانتون، خواهرانون، مادران عزیز شما میگیرن صیغه یه روزی یه هفته، واقعا زشته. پول شما میگیرن به اسم خامس تقدیم میکنن به عراق و لبنان و فلسطین و سوریه و لبنان و من میفهم یمن. برای چی میخوان بشه؟ اینا همش دروغه، شما گول میزنن. اگه 37 سال گذشته حساب کنید چند هزار میلیارد دلار پول مردم ایران به باد دادن. آقای خمینی و خامنه‌ای و روحانی و ولایتی و چند میلیارد دلار دزدیدن. خودتون بگید چند هزار میلیارد دلار دزدیدن با اطراف خودشون. آقای احمدی نژاد CD و نوار بارن تو مجلس پخش کردن. 3 برادر لارنجانی زمینایی که فروختن میشه بهترین شهر تو ایران ساخت به این پولا. نه به هرچی مول مردم ایران دارن میبرن. مردم ایران باید هوشیار باشن دوباره جنگ دیگه به پا نکنن که دیگه 37 سال دیگه رو دل جگر مردم بشینن. خجالت هم چیز خوبه. آقای خامنه‌ای و روحانی شما بعد 37 سال از مردم ایران میطلبید یه وعده غذا بخورید. واقعا زشته. شما کجا؟ اسلام کجا؟ مردم ایران بعد اسلام حقیقی برگردن، خدا پرست باشن. امامزاده چیزی دستش نیست. امام حسین، امام علی رضوان الله، امام عرب هستن، امام ما هستن. ایرانی نبودن، عرب بودن. خیلی